دوستان عزیز السلام علیکم. قرار دارم در ناحیه دنقره در جماعت پوشینگ و حاضر میبینیم که من هم خیلی در اساس برنامه دولتی آب گذرانده سودان زیر زمین رو کنده آن خیلی قبورها مونده رفته سودان تو اینکه صدها هزار گکتار زمین ها رو آبیاری کرده شود. این را بینید. یک جهان تشکر و تشکیل کنندگان همین کار. فکر میکنم رهبریت دولت این کار رو دستور داده است. یک جهان تشکر. ما همه خواهانیم که برابر دولت خدا سلامتی دید آبادی کنیم. این را بینید. خور 500 است 600 است نمیدونم 700 است. این خیلی کنده آمده از خود انم دنقره از نورک فکر میکنم آب میارن و هم خیلی تو کنگورتا میبرن و کارگران و تشکیل کنندگان این کار از خدا تعالی خوشبختی سلامتی خواهانم این کار تا آخر رسد. زمین های به آب و نمی زمین ها همش آبیاری شود. باغ‌های بسیار زیبا زیبا آباد شود. تاجیکستان هم از ساحه کشاورزی پیش رود. چون که ما عقب مانده ایستاده ایم باید که مانده نشده کار کنیم. در پناه خدا باشید که ادامه سخنهای خوب دارد نویسد.